سلام، خوش اومدین به 5 روز چالش آموزش با من روز دوم. بیا تا بهت این زمینه محو کاربردی رو یاد بدم. اول زمینت رو 1 یا 2 دست رنگ میکنی و بعد با یه رنگ 1 درجه از رنگ زمینت روشن‌تر که حتما باید زهر قلمتو بگیری شروع میکنی به بداهه نویسی کردن. انقدر این کار رو انجام میدی تا زمینت پر بشه و بعد یه رنگ 2 درجه روشن‌تر از زمینت درست میکنی و دوباره همون کار قبل رو انجام میدی. حتما بومتون رو بچرخونین تا راحت‌تر قسمت‌های خالی رو پیدا کنین، چون هیچ قسمتی نباید خالی بمونه. صبر کن تا آخر ویدیو ببین چقدر نتیجه جذاب میشه. حالا میریم سراغ رنگ سوم. این رنگ باید 1 درجه از زمینمون تیره تر باشه. همون کاری که قبل کردیم ادامه میدیم. بداهه نویسی با گرفتن زهر قلم. حتما اینو یادتون باشه. و در نهایت دوباره میریم سراغ رنگ اول که 1 درجه از رنگ زمینمون روشن‌تر بود. انقدر این کار رو انجام میدیم تا به این نتیجه جذاب برسیم. مرسی که لایک میکنی، بفرست برای هر کسی که بهش احتیاج داره.